درود و تندرستی، لبخند مهربانی نثار تمام مردم باد. مردم خراسان زمین، مردم ایران زمین، ایران تمدنی، ایران شرقی. بازم یک افغان دیگه به نام افغان، یک افغان که خود استاد دانشگاه میگرفت. خود استاد دانشگاه میگرفت در امریکا، به دسکول بکس یک خانم دزدی کرده به نام اسماعیل یون. او, او کتاب نوشته کرده، استاد دانشگاه است در دانشگاه کابل، فعلا در امریکا به سر میبره. اگرچه خود از او هم طالب بود، طالب است، منتها به چه قسم او رفته اونجا او را قبول کردن. خوب این برنامه امریکا بود، امریکا طالبا را آوردن و مردم امانو خواست گفت شما باشین امونجا. استاد دانشگاه یک بکس دوزی میکنه از یک خانمه که در داخل بکس رو در فیسبوک خود انداختیم، در تیک تاک هم انداختیم، نگاه کنیم. از در بکسش پاسپورتش می باشه و آیسوایسش می باشه، شناخت کارتش و $3500 می باشه. و خانم کدام آدم خردی نبوده، بسیار بزرگ آدمی بوده. بعد از او که ایده رستوران این دوربینایش نگاه میکنن، میبینن که یک نفر میبرن، بالاخره ایره تعقیب میکنن که اسماعیل یون میبرایه. بازم یک خرابکاری دیگه افغانا کرد. افغانا در کدام جای خرابکاری نکردن؟ عزت آبروی و کشور ملت سربلند خراسان زمین در خاک زدن. اگرچه اینا در سالهای سال در خاک زدین، سالهای سال در خاک زدین، ملت ما را، مردم ما را، کشور ما را نیست نابود و سرنگون کردن. مردم ما را بیچاره ساختن، مردم ما را فقیر و ضعیف ساختن. و یگام تایش میگه که او ایران اینی قسم کرد. یک تعداد یوتیوبرای طالبان میره در مرز میبینن، میگن از مردم میگن دشان که پرسان میکنه که چی بود تو ایران، چطور بود؟ باز ایران هم میگه بگوی که اینه تو بود، اینه تو بود، خراب ایران بگوین. در حالی که او یوتیوبر طالب، لعنت بر تو، شرم بر تو، شرم بر تو. طالب گم میشه میره، مگم شرمندگی بر تو میمونه. لعنت به سر تو. من یک فارسی زبان هستم، من یک ایران شرقی هستم و فارسی زبان هستم، من یک خراسانی هستم. از تمدن یک خراسانی و زردشتی هستم، از تمدن کوروش بزرگ هستم، از مولانا و سعدی و شیرازی هستم. میروین یوتیوبرها در سر مرز میبینین که باش مردم میگه که تو بزد ایران صحبت بکو، بزد ایران صحبت بکو، بدگویی ایران بکو. چرا؟ او که فارسی زبانی که حق داشته باشه، انسان باشه، او ایران 12 میلیون مهاجر مرا در شکمش جا داده، در اونجا زندگی میکنه. به خصوص پدر مادر خودم است، در ایران زندگی میکنه. مگم یک روز یک ایرانی بد نگفته او را؟ یک روز یک ایرانی کدام حرف بدی به پدر مادر من نگفته، به خانواده من چیزی نگفته؟ مگم شما میگه که ایرانی اینی قسم کرد، ایرانی قسم کرد. تو میریوی اونجا چاکو میکشی، تفنگچه میکشی، بوکس پنجه داری، تو 1000 وحشیگری با لباس افغانیسم او چی میگن دی هزاربند پوپک دارت میگردی، تو را بگذاره که تو همونجا باشی؟ میمان یک رو دو رو تو خود کشورت نیست،
تو برای برو گم شو، لعنتی گم کو خوده و کشور مردم تو میزنی خراب میکنی با فرهنگ کثیف مردارت، با مویای چرک گندید. تو آمدی یک کشوری که با تمدن و فرهنگ 20,000 سال تاریخ داره تو رو خراب میکنی. یوتیوبرای به فرهنگ کثیفه که از طالب ماش میگرن، از طالب حقوق میگرن، دیگه میگرن و او را میگره میبره به از مردم پرسان میکنه که تو اینی کار بزن، اینی گپا بزن، اینی گپا بزن، اینی گپا بزن. یک تعداد برادرایی که با فهم با دانش هستن هیچ حرف بدی نمیزنن به ضد ایران، هیچ حرف بدی نمیزنن. دمتان گرم. ما مقسم ما یک تاجک هستیم، فارسی زبان هستیم، از تمدن ابو ریحان بیرونی، سعدی، شیرازی و مولانای بزرگ، ما هزونو هستیم. تو آمدی برای من میگویی که ایران اینی قسم کرد، ایران اینی طور کرد، ایران اینی طور کرد. تو از چیز خودت چرا نمیگی؟ بدنام میگی، خودت چرا نمیگی؟ کسی در اونجا نان نمیافه. تو میری کامپیوترها را بردی بایومتریک میکنی که باش مردم بگوی یک تا جوانا را کنار کده میری در زندان انداخته میری. او لعنتی توف بر تو طالب لعنتی، توف بر لعنت سر تو، لعنت سر تو طالب وحشی، لعنت سر تو طالب وحشی، لعنت سر تو طالب وحشی، طالب غول، وحشی، ناانسان، زن ستیز. تو در حالی که تو از او زن روحیدی، تو از او زن تو را 9 ماه در شکم خود تو را آورد و تو به ضد او زن هستی. تو زن ستیزه. اگر زن پیغمبر نیست، یک پیغمبر به دنیا میاره. آنقدر حرمت کرامت زن بالا هست که هر قدر بگویم کم است. عرب ها سابقا در تاریخ مطالعه کنین، عرب ها دخترایشان نویایشان زنده به گور میکردن، مگر ما شاعرای زن داشتیم، وزیرای زن داشتیم، استازای زن داشتیم، در دانشگاه ها درس میدادن. ما هزو تمدن هستیم. اسماعیل یون میره دسکول خانما را دزدی میکنه. تاف لعنت بر تو اسماعیل یون. تو خود دانشمند بودی، تو خود دانشفر بودی، تو چی شدی دانشورید؟ لعنت بر تو، لعنت به پدر تو، لعنت به او مادر تو، لعنت به او شیری که تو خوردی اسماعیل یون. و طالبا همچنان. تاف لعنت سرت. بازم درود برتان. یک روز خوش خوبی داشته باشین. موفق باشین.